امروز دوشنبه 20 مای است و شما در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. من شالگل خوجا هستم. سلام. نخست به سرخط موضوعهای روز توجه نمایید. 32 کشته در اشوب شهر وحدت. مقامات تاجیکستان میگویند در سر زدن بی‌ترتیبی پسر گلمراد حلیمов عیبدار است. جنگ می شود یا نه؟ کانگرسمن ها درباره ارسال نیروها به خلیج فارس از ماموریت دونالد ترامپ توضیح می خواهند. روی راست باید گفت اگر ایران حمله کرد جنگ خواهد شد، اگر حمله نکند جنگ نمی شود. شوپرک‌های نقاشی شده در تاجیکستان چی می جویند و چرا سلاح شوپرک‌ها در منطقه‌های مختلف ساکنان را به تهلکه انداخته است؟ مقامات تاجیک میگویند ضمن بی‌ترتیبی در زندانی شهر وحدت 29 محبوس و 3 کارمند زندان کشته شده است. حادثه شام 19 مای اتفاق افتاد. در یک اظهارات مقامات تاجیک که امروز نشر شد آمده است در میان کشته شده ها سید قیام‌الدین غازی، مخصوم ستار و سید مهدی خان ستاروف نیز هستند. در سر زدن این اشوب از جمله پسر پالکوونیک فراری گلمراد حلیمов گناهکار دانسته می شود. زرانگیز نوروشو و برادی صوفی میگویند صبح امروز نزدیکان محبوسان در نزد زندان معروف به کیرپیچنی جمع آمدند. خبری اشوب در زندانی معروف به کیرپیچنی واقع در شهر وحدت صبح 20 مای 10 تن از نزدیکان محبوسان زندانی را به نزد این مؤسسه اصلاحی آورده بود. نزدیکان 10 محبوس در نزد زندانی معروف به کیرپیچنی جمع آمده میخواهند درباره حال فرزندان و برادران و دادران خود معلومات پیدا کنند، اما در اینجا کسی به آنها چیزی نمیگوید و نمیگذارد که نزدیک به زندان شوند. فقط به آنها گفتند آنهایی که فوتیدند بعد از ظهر جسدها به نزدیکانشان داده می شود. تلاش نزدیکان محبوسان برای نزدیک شدن به محبس بی نتیجه بود. مقامات انتظامی راه به سوی زندان را بسته بودند و به کسی اجازه به اون سمت رفتن را نمیدادند. گفتند تو چیکار کشتیان حرفینی تر رو بخوخی اینو میخوایم ما این رو سویدن دارم باید شک همه در آمدم که حال همیه میگن کشتیان شونو دیگه شیچی نمیدانم خیلی چوره بینم چیکار نیم به هیچی زود کده یه نکه مرا بنامی خدا هیچی گفته است که کسی که وای مرده داره بعد یا بین مرده ها را میتونم گفته است. من نمیدونم راست میگه دروغ میگه. مقامات انتظامی و ریاست زندانهای وزارت عدلیه به نزدیکان زندانیان پاسخی دقیق نمیدادند و از وضع داخل زندان اظهار بی اطلاعی میکردند. این وضع هم نزدیکان زندانیان را مشوش‌تر میکرد. انا این روز به فرزند موندم همون نگاه بینو میکرد. این روز خیلی شده من کجا میرم کی نگاه میکنم مرا درست میگم کی نگاه میکنم من نگاه بینیم همون آدم بود. مقامات تاجیک میگویند که در بی‌ترتیبی در محبس کیرپیچنی واقع در شهر وحدت 29 محبوس کشته شده است. همچنین در این حادثه 3 کارمند محبس جان خود را از دست دادند. زد و خورد در محبس شهر وحدت بعد از نیم سال اشوب خونین در زندان رقم 3 خوجند به وقوع پیوست. در اشوب ماه نوامبر سال گذشته در شمال کشور از حساب زندانی ها و مأموران محبس بیش از 20 نفر کشته شدند. در پی آن رهبریت سرریاست زندان های وزارت عدلیه برکنار کرده شد. Они же знали, что власть не идет на переговоры. محبوسان می‌دانستند که مقامات با آنها مذاکره نمی‌کنند. برای چی محبوسان این کار را کردند؟ پس معلوم می‌شود سبب جدی وجود دارد. مقامات حکومت باید به این سبب‌ها توجه جدی کنند، نه اینکه کی این اشوب را تشکیل کرد یا نکرد. Не так, что вот тот организовал, кто бы не организовал. در سرزدن اشوب در زندان معروف به کیرپیچنی بهروز گلمراد پسر پالکوونیک فراری گلمراد حلیمov و 3 محبوس دیگر گناهکار دانسته می‌شوند. بر پایه اظهارات سرریاست اجرای جزای جنایتی این افراد 3 کارمند محبس را با کارد به قتل رسانیدند و به دنبال 8 نفر را آزاد و 5 نفر دیگر را کشتند. دوستان کل تاجیکستان در نسبت حادثه بی‌نظمی در محبس وحدت پرونده باز نموده است و تفتیشات در این زمینه ادامه دارد.
رو می‌آوریم با موضوعهای دیگر. ولادیمیر زلنسکی امروز باعث رئیس جمهوری اوکراین قسم یاد کرد. زلنسکی در حضور وکیلان مردم در شهر کیف قول داد که استقلال و صاحب‌اختیاری اوکراین را محافظت می‌کند. مراسم ادای سوگند پرزیدنتی نوی اوکراین چند روز بعد از آن برگزار شد که ائتلاف اصلی در پارلمان این کشور از هم پوشید. عبدالله اشوروف با تفصیلات بیشتر. امروز در اوکراین پرزیدنتی نوی این کشور ولادیمیر زلنسکی با اجرای وظیفه‌هایش شروع کرد. من ولادیمیر زلنسکی که با رأی مردم پرزیدنتی اوکراین انتخاب شدم، با قبول این منصب بلند سوگند صداقت به اوکراین یاد نموده با تمام هستی صاحب استقلالی و تمامیت ارضی این کشور را حمایت نموده از حقوق شهروندان و اجرای کنستیتوسیای آن حمایت میکنم. در پی ارائه سوگند رايوساتҷумҳурии اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت که پارلمانت را پراکنده میکند. در پیام به ورخونا رادا یا خود پارلمانت اوکراین زلنسکی دعوت کرد که یک عده منصبداران ضد و نقیض و از جمله دادستان کل یوری لوتسنکو، وزیر مدافع و رئیس خدمات امنیت ملی برکنار شوند. زلنسکی همچنان وعده داد که ورخونا رادای دعوت هشتم را پراکنده میکند. در آغاز دوره 5 ساله رهبری اوکراین ابراز داشت که برای ختم جنگ با جدایی خواهان دونتسک و لوهانسک تلاش خواهد ورزید. زلنسکی 41 ساله که حجم نگار سابق بوده در یک نمایشنامه تلویزیونی نقش پرزیدنت را بازیده است، در دور دوم انتخابات پرزیدنتی اوکراین رئیس جمهوری کنونی اوکراین پترو پوروشنکو را شکست داد. پیام زلنسکی با شعار شان و شرف با اوکراین به انجام رسید. Офіційні символи глави держави президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському. روز یکشنبه نیروهای بحری آمریکا نوار تمرین کشتی‌های جنگی این کشور را که آخر هفته گذشته در بحر عرب دایر شده بود نشر کردند. آمریکا چند کشتی جنگی و کشتی‌های حامل هواپیماها را به منطقه خاورمیانه فرستاده است تا از هر گونه تهدیدهای ایران جلوگیری به عمل آید. ایران این اقدام آمریکا را جنگ روانی و بازی سیاسی نامید. از این پیش دونالد ترامپ با لحنی سازشکارانه ایران را به مذاکرات دعوت کرده بود، اما حالا از رد و بدل طرفین بوی جنگ می آید. قانونگذاران آمریکایی انتظار توضیحات از ماموریت دونالد ترامپ هستند. گزارش را از تلویزیون صدای آمریکا طاهری سفر تقدیم می کند. ماموریت آمریکا در حرف عمل هشدار می دهد از ایران و متفقانش نگران است. اگر آمریکایی ها مورد حمله قرار گیرند پاسخ مناسب خواهند گرفت. قانونگذاران اطلاع دقیق می خواهند. من از دیپارتمنت دولتی و وزارت مدافع دعوت می کنم که وضع را شرح دهند، زیرا من بیشتر از نوشته های روزنامه ها هیچ اطلاع ندارم. ما همین حاضر تشریح و پاسخ می خواهیم. وقتی از دونالد ترامپ پرسیدند جنگ با ایران امکان پذیر است، او گفت امیدوارم نه. بعضی ها میگویند وضع فعلی سال 2003 عرفه عملیات آمریکا در عراق را به یاد می آورد. ما یک تلاش محوی اسلحه قتل عام شبیه عراق را ضرورت نداریم. سلاح پیدا نشد ولی ما در یک عملیات طولانی شریک شدیم. سابق فرمانده آمریکایی در عراق میگوید باید در فکر تغییر رفتار ایران باشیم، نه تغییر رژیم کشور. پیشنهاد تجاوز به ایران جدی ارزیابی نمی شود. ما به ویژه بعد بهار عرب باید درک کرده باشیم که تغییر رژیم نتیجه دلخواه نمی آورد. اکثر جمهوری خواهان اقدام های ماموریت پرزیدنت ترامپ را پشتیبانی می کنند. من از ارسال نیروهای تازه نفس به منطقه پشتیبانی میکنم. آن به ایران پیام میرساند که اگر شما مثل سالهای 2004، 2005 و 2006 هزارها آمریکایی را به قتل رسانید، ما امکان خواهیم داشت شما را به پرداخت نرخ آن وادار کنیم. Thousands of our military members that we are going to have the capability to make you pay. روی راست باید گفت اگر ایران حمله کرد جنگ خواهد شد، اگر حمله نکند جنگ نمی شود.
اما قانونگذاران دموکرات حالا قضاوت نمی‌کنند. می‌خواهم دانم که هدف از فشار چیست. بسیاری ها مثل ما فکر می‌کنند که این یک عمل خامی بدون هدف معین است. مردم امریکا حق دارد داند که چه اتفاق افتاده است. اگر پرزیدنت و جمهوری خواهان کنگرس برنامه به جنگ وارد کردن امریکا را دارند، در خاور میانه هم باشد، مردم امریکا باید داند که چرا. هفته گذشته رهبران کنگرس در این باره اطلاع گرفتند. بررسی بیشتر با اشتراک وکیلان هر دو حزب کنگرس هفته رمان برگزار می شود. برمیگردیم به تاجیکستان. شرکت قزاقستانی وارد بازار تاجیکستان شده میخواهد شرایط بیشتری برای صاحبکاران تاجیک فراهم نماید. صاحبکاران تاجیکستان برای صادر کردن محصولات به خارج کشور دویم مشکل داشتند و در نظر است که همکاری جدید کارشان را آسان‌تر خواهد کرد. تفصیلات را در گزارش شادمانی یتیم با هم تماشا میکنیم. صاحبکاران تاجیک برای صادر کردن مال و محصولات خود به قزاقستان از شرایط بهتر برخوردار خواهند شد. 20 می در شهر دوشنبه با امضای سازشنامه میان چند بانک تاجیکستان و شرکت قزاق اکسپورت، تاجران تاجیک امکان پیدا خواهند کرد محصولات خود را در این شرکت سپرده کنند. مسئولان شرکت قزاقی میگویند آنها تنها به صادر و وارد کردن محصولات تیار مشغولند. тоҷикистон барои бозори қазоқистон мавриди таваҷҷӯҳ аст. мо ҳар ду дар осиёи миёна бозорҳои анъанавӣ дорем. қазоқистон яке аз кишварҳоест ки барои содир кардани маҳсулот аз тоҷикистон дар ҷойҳои аввал меистад. мақсади аввалини мо ин робита барқарор кардан бо соҳибкорон ва ташкилотҳои тиҷоратӣ аст. با گفته مسئولان این شرکت، صاحبکاران تاجیک می توانند هنگام انتقال محصولات تیار به قزاقستان در این شرکت سپرده شوند. در گذشته بارها صاحبکاران تاجیک هنگام صادر کردن محصولات میوگی در روسیه و قرقیزستان با مشکل مواجه شده بودند. مقامات تاجیک میگویند امیدوارند همکاری با قزاق اکسپورت به نفع صاحبکاران خواهد بود. соҳибкорон ҳам дар қазоқистон ва ҳам дар тоҷикистон бо чунин дастгирӣ ниёз доранд. хусусан мисли ин ширкати қазоқ экспорт ки фаъолияташ ба имкониятҳои содиротии соҳибкорон равона шудааст. برخی اقتصادشناسان میگویند هرچند شرکت قزاقی دنبال منفعت خود در بازار تاجیکستان جای پا میکوبد، ولی دولتی بودنش میتواند مورد اعتماد صاحبکاران شود. تاجیکستان و قزاقستان سالانه تا 800 میلیون دلار تبادل مال و محصولات میکنند. از تاجیکستان اساساً میوگی، نخ پخته آلومینیوم وارد بازارهای قزاقستان میشود. گندم، نفت و گاز از محصولات عمده وارداتی از قزاقستان به تاجیکستان محسوب میشود. در تاجیکستان سیلای شپرکو ساکنانро به تشویش انداخته است. کاربران آزادی از مناطق مختلف کشور با ارسال عکس و نوار درباره ضرر داشتن و یا نداشتن این شپرکو سوال میکنند. نعمتالله سفرов دکتر علم بیولوژی گفت این نوی شپرکو را بانوی نقاشی شده هم مینامند و آنها بر اثر گرمی و همزمان نمی زیاد پیدا شدند. سفرов گفت چنین حالت 5-6 سال پیش مشاهده شده بود و افزود ممکن است این نوع شپرکو باعث به آلرژی و تب کودکان شود. گفته می شود بانوهای نقاشی شده اول در ترسونزاده و ایسار پیدا شده، بعداً به طرف دوشنبه حرکت کردند. مقامات تا حال رسما در این باره چیزی نگفتند. وزارت امور داخلی تاجیکستان 4 نفر را با گمان دست داشتن در سوختاری گازی مایع در یکی از کوچه‌های مرکزی دوشنبه دستگیر کرده است. در این حادثه که شام 18 می باعث به جراحت 6 نفر شد، رئیس شرکت وصل صنعت و 3 زیردستی او متهم می‌باشند. داستانی شهر دوشنبه به ضد آنها بر اساس 3 ماده کودکس جنایی تاجیکستان، یعنی ویران کردن قاعده‌های بی‌خطری، سوء استفاده از منصب و خنک نظری پرونده باز کرده است که از جریمه و کارهای اصلاحی تا 5 سال زندان را پیش بینی می‌کند.
бинандагони азиз, ин матлаби охири барнома имрӯз буд. гузоришҳои аз ин бештарро метавонед дар канали мо дар YouTube бо номи Озодӣ видео тамошо кунед. Ахбори рӯз дар вебсайти радиои Озодӣ зери нишони cw.ozodi.org дастрасанд. бар илова дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ мо саҳифа дорем ки метавонед матолиби хонданиро аз онҷо пайдо намоед. фардо субҳи барвақт навиди бомдодӣ тақдим мешавад. Та фардо, худо нигаҳдор.